آدمی که شما رو دوست داره بی نهایت پیش شما ضعیفه و سپرش پایینه. شاید بیرون خیلی قویه ها، ولی پیش شما سپرش پایینه. بابا سر جدتون آدمی که دوستتون داره رو اینقدر آزار ندید به واسطه این که این منو دوست داره و به قول شما پیش تو سپر انداخته، بهش اینقدر ضربه نزن. انسانه، چه گناهی داره جز این که تو رو دوست داره؟ چه گناهی داره که اتفاقا شاید تو جاهای دیگه بسیارم آدم گردن کلفتیه، اما پیش تو گردنش از مو باریک‌تر و تو باید به اون آدم ضربه بزنی. و حالا واقعیت اینه که ما بزرگترین ضربه ها رو به همین آدمایی که دوستشون داریم میزنیم و البته اگر تب کنیم جز اینا هیچ کس نیست.